بازم سلام دارم خدمت شما بینندای عزیز برنامه شام غریبان. آمدیم به داخل همه خانه کمو تفلک نازنین معصومه که سه چهار شب پیشتر بانو سادات کمک کرده بودم. خداوند اینا رو خیر بده. امشبم فامیل نوروزی کشور آلمان به مبلغ 8450 افغانی پول روان کردم که به زی تفلک کمک کردن که تداوی کنیم. بینندای نازنین، ما هفته پیشتر همی کاغذار نشون دادم. بالای 200 دونه نسخه و عکس و حساب آزمایش و سونوگرافی و اینا بیشترتر از این طفل معصوم. مگه دل به دست یار که حاجی اکبر است، از هزاران حج یک دل بیتر است. این طفل معصوم نجات بدیم. ای امید داره، ای آرزو داره که کلون بشه، ای درس بخونه، ای مسجد بره، قرآن شریف یاد گیره. دوستای نازنین، خداوند شما رو خیر بده. به مثل همی خانم فامیل نوروزی که اینا بیچاره گفتم که واقعا ما تازه رسیدیم به کشور آلمان. باز همین تصویر که ما مشاهده کردیم به خاطر این شخص ما 100% روان میکنیم که خداوند اینا خیر بده. که من یک شو ویدیو دیدی بیدم و همین مبلغ روان کردم. خداوند اینا را 1000 سال عمر بده، از پریشونی نجات بده، مریضی رو دور کنه، چردوبر از اینا. شما نگاه کنیم پدر از این طفل کاکا جان، اگر این تفلک بیاریم همین شکم از این نشون بدیم. با مبلغ شاید 40-45 هزار افغانی خودی تمام. الله کاکا جان، چی مدتی میشه این؟ 3 سال میشه. 3 سال. 5 سال میشه. 5 سال میشه. 6 سال نمیشه. خب این گفتیم ما خون بزی برج به برج خون مینداختیم. خون از این عوض میکنیم ما؟ نه، ما خود خون دیگه کس با جون از این میندازیم. چند با میگیرم از شما؟ 12 ساعت، 13 ساعت، 15 ساعت همیشه میگیره. ترمیل بیشتر. راست میگیم با ویلا. پیاده میرم تا سرجنگل. خب دکتر صاحبان نگفتم که این چند مصرف داره؟ دکتر صاحبا گفته میشه 5000 تا 40000 45,000 میخواد مصرفی میشه تا این رو عمل کنی و دوایش و بیرونش و هم مقدار میشه. کاکا جان، شخصای خیر شما مشاهده میکنم، چکار کنم به حق شما، به حق از این مسکین معصوم، طفل معصوم چکار کنم؟ کمک کن، خدا باجنا خیر بده، خدا اینا با خانه پاک زیارت ببره. ما خو هیچی نداریم که کمک کنیم. راست میگی. ما خو هیچی نداریم. ماما جان، خونه شما می خونه الدینی است. بابا جان، می مسلمانا که تو 50 روپیه کمک کده، از زحمت 50 روپیه کمک کده. ای بیچاره‌گا خو صبح که میشه میره بیل میزنه یا با 100 روپیه با 80 روپیه. از چی میشه؟ راست میگیم. دوستان نازنین، طفلک تا میتونیم بزید طفل معصوم کمک کنیم. خداوند شما رو خیر بده. 2 شخص، خانم بانو سادات و فامیل نوروزی بزید شخص کمک کردم که حدوداً به 13,000 خوردی شده و تا 40,000 و 45,000 خود شما میفهمید که چقدره. هرچی از توان شما هست خدا و واسه ما نمیگیم تمام هزینه رو بدیم. خدای پاک 100 برابر به شما مزد بده. خدای پاک شما هر چه به دل شما هست، هر آرزویی داریم خدای پاک برای شما بده. بینندای نازنین، ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم. بیشتر شما رو جگرخون نمی کنیم. خدای پاک این تلفکر هم شفای عاجل بده. تشکری میکنیم بازم از شما که کمک میکنیم به حق از این مسکین. هر چی میتونیم زودتر کاری بکنیم که حداقل تا به عید قربان ببریم این شخص عمل کنیم، اینا که صحیح و سالم برگرده به خونه خو. که بسته فامیل از اینا همه مریضم. فکر کنیم مریض، یک طفل که مریض باشه، هر شخص مریض باشه، به یک خانواده همه مریضم. خدا حافظ و نگهدار شما. بخیر باشیم، با عزت باشیم.